سلام خدمت اساتید عزیز. بنده حدوداً هلوش 25 سال تو صنعت کار مرغداری گوشتی هستم. از تمام کارهای سالن و تعمیرات اتر، تعمیرات جوشکاری، هر چیزی که بگی بنده با جون و دل انجام میدم. خیلی از هزینه ها رو برای مرغدار و کارفرما کاهش میدم، میارم پایین. این الان یه قطعه 30,000 تایی در اختیار بنده هستش و کارفرما چون 2 دوره من اومدم اینجا. دوره اول که اصلا کاری نداشتم، تا شناخت کامل نداشتیم با هم و کار بنده رو ندیده بودم، ولی الان الحمدلله کار بنده رو تا دیدن و گوش کردن. دوره قبل عرضم به حضورتون که این الان چیزی از اینه، هیچ از اینه چیزایی که اینجا وجود داره، آهنایی که وجود داره به هم ریختم. اینا برای چی؟ برای فنس داخل سالن جوشکاری. بعدن سنگ فریز مال خودمه، دستگاه جوشم برای اینجاست چون خودم دستگاه جوش داشتم نیاوردم. عرضم بزرگ این سالن ماست، این گله ماست. عرضم به حضورتون جت ترامون قبلا سرشون به اون سم بود، البته این دستور کارفرما بود که بعد گله رو درگیر کردم. متاسفانه میگم همونجور که دوره اول بود و بنده هیچ شناختی با ایشون نداشته، ایشون شناختی با بنده نداشتن. عرضم به حضورتون نمیشد دیگه، زیاد حرف نمیزدم، زیاد گوش نمیزدم، چی نمیکردم. ولی متاسفانه گله‌مون دوره قبل با روشی که ایشون داشتن بسیار درگیر شد، شدید. الان هم این دوره تا 20 روزگی دست خودم بود، یه سری گوش میکردم و یه جایش گوش میکرد، ولی این سری هم با اصرار ایشون زدن خراب کردن. یه ذره گله‌مون رو درگیر کردن به سرما. تا 20 روز به هیچ عنوان کوچکترین سرمایی نگرفته بود. حالا اینم 5% درگیره نگه. الحمدلله الان جوجه ما از 23 روزه پرورش بنده. نگاه الان 23 روزه. دوره قبل کل گله به خاطر اینکه فنس نداشتیم وسط، اینا رو همه رو من خودم گفتم چون 25 سال کار بنده هستش. هر زمانی ته سالن رو نگاه کنید، در حالی که هوادهی ها رو همه رو من میزون کردم. دوام سالن من همه یکی اوکی، ولی گله یه خصلتی بدی داره، چون از سر سالندار ورود میکنه این گله مثل بچه میمونه، میاد سمت سر سالن، خودش کشش میاره سر سالن، چون سر سالن هم دور میاد جلو، برای همین گله میاد جلو. الان گله کلا جمع شده هجوم آورده جلو، دقت کنید. همینجور دوره قبل باعث میشه چی؟ ضریبمون به هم بخوره. یک سر سالن از اینجا الان وسط دقیقا من وسط این 10,000 قطعیه وسط سالن قرار دارم. این سمت رو نگاه کنین، کل گله سر سالنه. این سمت رو نگاه کنین، آخره ببین چقدر خلوته. به خاطر چی؟ به خاطر همین دلایلی که گفتم. عرضم به حضورت من گفتم فنس سری قبل میخواستم درست کنم برایشون، ولی گفتن نه نمیخواد، گوش ندادم متاسفانه. برای همین گله رو درگیر کردم، مریض شد، تلفات رفت بالا. ولی این دوره از اون اول تا 20 روزگی کلا دست خودم بود، هر کاری میکردن نمیذاشتم دیگه گله رو سالم نگردن. ولی آخر دیگه از قیتش زیاد فشار آوردن، گفتم وردار. یک کوچکترین اشتباهی کردن این بود که من جلو کارتون گذاشته بودم به جای فنس بود دیگه. گلم 3 متر مونده بود. چی؟ عقب جا داشتم، هرچی من میگم آقا عقب جا دارم گوش نمیکردن، گفتن نه جلو رو باز کن. از کجا نزه؟ از داخل خونه با دوربین نگاه. من که 20 سال 25 سال شغلم اینه، کارم اینه، حرفم اینه. از شمایی که کارفرما هستی 20 سالم باشه 30 سالم باشه کارتون این باشه،
در حدی که بنده میدونم شما نمیدونی عزیز من، هیچ کدومتون نمیدونید، مگر اینکه 20 سال 25 سال بکوب شبانه روز توی مقداری باشید، توی سالن باشید تا بتونید کارتون رو درست قطعاتشون رو بگیرید، مشکلاتش رو رفع کنید. الان مشکلات این سالن رو من همون دوره اول متوجه شدم ولی متاسفانه گوش ندادم. الان با این حال چند روزه که دارم سفارش میخورم حقیقتشون نمیگیرن نمیارن. با همین ابزاری که اینجا هست خودم دست به کار شدم درست میکنم. اینا رو دارم الان تعمیرات اترا را قشنگ خودم درست میکنم. دوره قبل با زنگ میزد سرویس میکردم میومدن تا کل هزینه ها رو از گردن اینها انداختم ولی متاسفانه عزیزان من گوش نمیدن. فنر این دونخوری ها در میره میشکنه خودم انجام میدم در حالی که وظیفه بنده نیست، ولی برای اینکه گله من درگیر نشه